تو هم اومدی به هم بگی دیوونه هم؟ اما اون الان کنارته، داره میخنده، فقط تو نمیبینی. ساکت ماما. من هنوز بوی الکل بیمارستان رو حس میکنم، بوی سرد و تیز و تمیزی که انگار میخواست همه چیزو از حافظم پاک کنه. اما بعضی بوها پاک نمیشن، بعضی صدا هم مثل صدای گریه اون. پزشک گفته بود همه چیز خوب پیش رفته، ولی من از همون لحظه که از در زایشگاه بیرون اومدم احساس کردم چیزی از من جا مونده، چیزی مثل سایه‌ای که با من نیامده باشه. سوار ماشین شدیم که بریم سمت خونه‌ای که با عشق واسه بچم چیده بودم. کنار شیشه بخار گرفته ماشین تصویر زنی رو دیدم که پشت در بیمارستان ایستاده بود. روپوش سفید نداشت، موهاش از زیر چادر بیرون زده بود. مستقیم تو چشمام نگاه میکرد، لبخند نمیزد، فقط لباش میجنبید، انگار زیر لب چیزی میخوند. من فکر کردم یکی از همراهان زاواست، ولی وقتی برگشتم کسی اونجا نبود. تو خونه همه چیز عادی بود. همسرم ساکار آورد و مادرم غذا گرم میکرد. منو رو تخت گذاشتن، اما سکوت خونه برام غریبه بود. هر بار که چشمو میبستم صدای آروم میومد، مثل کشیده شدن ناخن روی شیشه زمزمی از گوشه اتاق. اول فکر میکردم توهم و تاثیر دارو، ولی صدا با من نفس میکشید. شب اول بیدار شدم چون حس کردم کسی کنار تختم نشسته. چراغ خاموش بود، فقط نور ضعیف گوشی همسرم از راه رو پیدا بود. نمیدونم چرا جرئت نکردم بچرخم، اما صدای نفس کشیدنشو میشنیدم، آروم، کند، زنانه. صدای از ته اتاق گفت چرا منو نبردی؟ یخ زدم، سینم سنگین شد، نفسم بریده بود. همسرم رو صدا زدم ولی صدام در نمی اومد. همونجا دراز کشیدم تا صدای اذان صبح رو شنیدم. فرداش همه چیز معمولی بود، هیچ کس چیزی حس نکرده بود. اما وقتی مادرم به گهواره نزدیک شد گفت چرا بچه سردشه، در حالی که اتاق گرم بود. از اون روز همه چیز آهسته شروع شد. سایه هایی که از گوشه چشم می‌دیدم، صدای زنی که از لابلای گریه نوزاد میومد، بوی خاک و خون و آینه کنار تخت که همیشه بخار میکرد حتی وقتی هوا خشک بود. 5 روز بعد وقتی برای چکاپ دوباره رفتم بیمارستان، در بخش زایمان صدای همون زن رو شنیدم. اون گفت من عالم. شب که میشد دیگه اصلا خوابم نمیبرد. هر صدای کوچیک تو خونه منو میترسون. بچه خواب بود ولی من حس میکردم کسی کنار تخت اون نشسته و نگاش میکنه. یه بار چشمم به آینه افتاد، یه سایه توش بود، اما نه من. یه زن با موهای سیاه و چشمای تیره. چشمامو بستم، دوباره نگاه کردم، رفته بود ولی حسش هنوز اونجا بود. یه شب دیگه داشتم بچه رو شیر میدادم. یه صدای خیلی آروم، یه زمزمه از گوشه اتاق شنیدم. اون از منه. اولش فکر کردم دارم خواب میبینم، اما وقتی سرمو برگردوندم چیزی نبود، ولی یه نفس خنک رو شونم بود، انگار کسی کنارم وایساده بود. شروع کردم همه چی رو توی یه دفترچه نوشتن، هر چی میدیدم و میشنیدم و حس میکردم، چون اگه نمی نوشتم فکر میکردم دیوونه شدم. یه شب که دوباره صدای زمزمه اومد باهاش حرف زدم. تو کی هستی؟ چرا انقدر نزدیک بچم هستی؟ جواب مستقیم نشنیدم، ولی حسش بود. من عالم و بچه با منه. از اون موقع هر شب بدتر شد. سایه ها نزدیک تر شدن، صداها واضح تر شدن و بچه انگار گاهی منو نگاه نمیکرد، انگار کسی دیگر رو داشت نگاه میکرد. اون شب وقتی بچه خواب بود، روی مبل نشسته بودم و سعی میکردم یکم آروم شم که یه صدای نرم از گوشه اتاق شنیدم. اون فقط مال منه. سرمو چرخوندم، کسی نبود ولی حس میکردم یه چیزی که کنار تخت نشسته، سایه‌ای که با حرکت بچه خودشو تکون میده. بهش گفتم چی میخوای؟ چرا نمیذاری من و بچم راحت باشیم؟ جواب نداد، ولی یه لرزش تو هوا بود، مثل نفس کشیدن سنگین. همزمان که بچه کمی خودشو تکون میداد، انگار میخواست چیزی رو به من نشون بده. دلم لرزید، حتی فکر کردم دارم دیوونه میشم. سایه ها نزدیکتر میشدن، صداها واضح تر میشدن و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فقط میایستادم و نگاش میکردم. یه شب انگار خواست با من حرف بزنه، ولی صدای خودش نبود، تو ذهنم بود. نذار تنها بمونه. من کم کم فهمیدم آن فقط یه سایه نیست، یه موجود واقعی کنار بچمه. حتی وقتی من نیستم انگار بچه باهاش حرف میزنه. بعضی وقتا صدای خنده آروم بچه میومد، ولی یه چیزی تو صداش بود که مال خودش نبود. انگار یه نفر دیگه اون صدا رو میفرستاد. همسرم بعضی وقتا نگاه‌های عجیبی بهم میکرد و میگفت تو فقط خسته‌ای. ولی من میدیدم وقتی اون خونه نیست، بچه یه لحظه نگاهش میره به سمت خالی اتاق
و لبخند خیلی کوچیکی میزنه. من حس میکنم اون لبخند مال آله. من هنوز نمیدونم کی میخواد این همه ترس و فشار روانی رو به پایان برسونه، ولی میدونم یه چیزی واقعی کنار ماست. یه چیزی که بچه‌مو مال خودش میمونه و فقط من تماشاگرم. شبا دیگه خواب برام معنا نداشت. حتی چشمامو میبستم سایه رو میدیدم. اون روز فهمیدم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینکه بغلش کنم و ولش نکنم و هر چقدر تلاش کنم حس میکردم جز مراقبت و نگه داشتن بچه هیچ راه دیگه‌ای ندارم و من هر چقدر ترسیده باشم فهمیدم هیچ چیزی نمیتونه ما رو جدا کنه، حتی سایه. چند هفته بعد دیگه اوضاع غیر قابل تحمل شده بود. همسرم تصمیم گرفت منو ببره بیمارستان. میگفت این فقط خستگی و فشار روانیه. باید یه پزشک واقعی بدونه. و من میدونستم سایه هنوز کنار بچه است و نمیتونستم راحت برم، اما کسی گوش نکرد به حرفم و منتقلم کردن اینجایی که تو وایسادی. وقتی وارد تیمارستان شدم بوی ضد عفونی سردی دیوارا همه جا رو گرفته بود. پزشکا و پرستارا بهم گفتن تو به درمان نیاز داری و همه چیز موقت. اما من میدونستم چیزی که من اینجا آورده موقتی نیست. سایه واقعی بود و هنوز کنار بچم بود. تو اولین شب منو بردن یه اتاقی که پر از صندلی و تخت بود. بقیه زنا هم بودن ولی هیچ کدوم نمیفهمیدم چی دارن حس میکنن. پرستار بهم دارو داد. گفت این باعث میشه آروم شیم. اما وقتی چشممو باز کردم حس کردم سایه هنوز کنارمه. حتی وقتی داروها اثر میکرد باز تو ذهنم زمزمه ها پیچیده بود. تو نمیتونی تنهاش بذاری. روزها یکی بعد از دیگری میگذشتن. درمانهای اجباری، دارو، جلسات روان درمانی. با این روان پزشک صحبت کردم. بهم گفت تو فقط فشار روانی داری. باور کن همه چیز خوب میشه. اما هیچ چیزی خوب نشد. سایه ها هر شب می اومدن. بچه را تو ذهنم نگه داشته بودم و من هر کاری میکردم نمیتونستم ولش کنم. یه روز وقتی تنها بودم دفترچه‌مو باز کردم و شروع کردم همه چیزو نوشتن. همه چیز واقعیه. سایه کنار بچه است. هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. پرستار اومد و گفت بس دیگه ننویس، استراحت کن. اما نمیتونستم. نوشتن تنها راه بود که خودم از واقعیت نجات بدم یا حداقل حس کنم هنوز یه کنترل کوچیک دارم. شبا وحشتناک بود. داروها شاید جسممو آروم میکردن اما ذهنم آزاد نبود. سایه ها همچنان بودن. نفس میکشید، زمزمه میکرد و بچه‌ای که تو ذهنم بود آرام کنارم نگه داشته بود. فهمیدم هیچ درمانی نمیتونه سایه را از بین ببره و من هر شب می ایستادم بچه رو بغل میکردم و زمزمه میکردم تو با منی، هیچ کس نمیتونه جدات کنه از من. جلسات روان درمانی هم دیگه فایده نداشت. به هم میگفتن اینا فقط توهمه، اما ذهنم گیر کرده بود بین واقعیت و چیزی که اونا نمیدیدن. نمیتونستم بچه‌مو ول کنم، حتی به قیمت جنون خودم. یه شب آخرین چیزی که نوشتم این بود: دیگه راه فرار نیست، اون با ماست. هیچ کس نمیتونه بچه‌مو ازم جدا کنه، منم نمیتونم. میدونستم هیچ درمانی و هیچ دارویی و هیچ کسی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما 3 تایی گیر افتادیم، من، بچه و سایه‌ای که همیشه حضور داره. هیچ راه فرار نیست، هیچ امیدی وجود نداره. ما اینجا گیر افتادیم. بچه من هنوز نمیدونم چی باور کنم. اون میگه سایه‌ای به اسم آل کنار بچهش بوده و بچه رو گرفته، ولی وقتی که بعد با همسرشون صحبت کردم گفتن بچهشون از روز اول تو بیمارستان فوت کرده. ولی وقتی به چشمش نگاه میکنی نمیتونی شک کنی. شاید آل واقعی باشه، شاید اون بچه رو با خودش برده باشه. پیشنهاد میکنم ویدیو بعدی رو از دست ندید، چون به جرئت میتونم بگم یه کابوس واقعیه.